اگر در اروپا زندگی میکنید یا کانادا یا آمریکا و به دنبال یه تغییر جدید در زندگیتون هستید و دوست دارید که یه تغییری به زندگیتون بدین و یه مقدار هزینه هاتون پایین‌تر بیاد و یه جای خیلی خوش آب و هوا باشید، یکی از جایی که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه که تابستون‌ها رو در اسپانیا به خصوص ماربیا یا مالاگا به سر ببرین که بسیار یعنی شهرهای قشنگی در اسپانیا هستن با هزینه‌های بسیار پایین، قیمت‌های خونه‌های بسیار پایین. من خودم واقعا یکی از دستینیشن‌هایی که واقعا دوستش دارم که بتونم که بر بازنشستگی اونجا برم و اگر که می‌خواین که هوای بهتری داشته باشین در زمستون‌ها که یه مقداری کمتر اونجا سرد میشه، به نظر من بهترین جا برای شما دبی هست. یعنی خیلی از افراد الان زندگیشون اینجوری تقسیم کردن که 6 ماه رو در دبی هستن وقتی هوا خیلی عالیه در زمستان‌ها و پاییز و تابستوناشون رو در اروپا به سر میبرن و ما میتونیم برای گرفتن اقامت چه در اروپا، در اسپانیا و چه در دبی به شما کمک بکنیم که هم هزینه‌هاتون بسیار بیاد پایین، اجاره هاتون کمتر باشه، هزینه زندگیتون کمتر باشه و تو هر دو تا کشور خیلی راحت میتونیم به شما کمک کنیم، چون تیم بسیار قوی در کنار من هست که میتونه که به شما کمک بکنن تصمیم بهتری برای زندگیتون بگیریم. 30 سال سابقه فعالیت من و تجربه زندگی و سفر به بسیاری از کشورهای دنیا میتونه به شما کمک بکنه که یک تصمیم مناسب برای خودتون و فرزندانتون در زندگی بگیرید. در سال 2025 مثل همیشه کنار شما هستیم تا بهترین تصمیمات زندگیتون رو بگیرید. برای اطلاعات بیشتر که کجا زندگی کنین و کجا مناسب هست بر اساس بودجه و هزینه و دارایی که دارید با ما تماس بگیرید.